برای اولین بار روز 30 اکتبر در نوروزگاه شهر دوشنبه در دگی کلان 4 آشپز تاجیک آشی سه‌تانگی پختند. این اقدام در جشنواره آشی پلو روی کار آمد. برای پختن این آشی کلان 800 کیلو برنج، 270 کیلو گوشت، 1 تن سبزی و دیگر انواع رستنی در حجم زیاد مصرف شده است. مقامات پایتخت گفتند آشی که در جشنواره پخته شد به کودکستان‌ها و خانه پیرانسالان تقسیم گردید. برای اشتراک در آن آشپزها از 4 ناحیه پایتخت، ولایت‌های سوغد و ختان و نواحی تابع مرکز حضور داشتند. همچنین آشپزها از ازبکستان و افغانستان و روسیه نیز دعوت گردیده بودند. مردم جهان در چند شهری که ما رفتیم دیدیم بسیارتر آش افغانی خوش میکنن سبک است برای سبک بودنش. شما دبی در دبی در ایران در تاجیکستان که مالی ولیش که آش افغانی بسیار شده که بخاطر که زودتر نگفتن سبک است سبک خورد. برگزاری این جشنواره در حالی است که امسال در تاجیکستان و کشورهای همسایه نرخ آش و محصولات آن به مراتب بالا رفت. به خصوص نیمه امسال نرخ سبزی نظر به سالهای قبلی 2 برابر افزایش یافت. ساکنان در این وضع روی کار آمدن چنین اقدام را به خوشحالی قبول کردند. نظرم به آشی ریزه پلاو هست اینجا به خیلی با مزه تر و سبزی زرد که چی میگن طرف خوجان به بسیار مناسب دیدیم هم خیلی باید با مزه همش به نظرم با مزه بود. یونسکو بنیاد علم و فرهنگ سازمان ملل متحد سال 2016 پلاو را به فهرست میراث فرهنگی غیرمادی وارد کرد. این پیشنهاد از طرف تاجیکستان و ازبکستان ارائه شده بود. با این وجود بحث اطراف مال تاریخی و فرهنگی کدام ملت بودن این نوع طعام به اتمام نمیرسد. اصلا فرق نداره که فرق داشت تو اصلا لاجد بسیار بودم تاجیکستان سبزی سرخ میزنه میمونه سرخه در ازبکستان ژلته در ازبکستان چند نمودی آش است؟ ایسه نبرات больше 100 نموده. پلاو غذای معمول و اساسی مردم تاجیکستان، ازبکستان و ساکنان دیگری آسیای مرکزی به شمار می رود و آن را در همه معرکه‌های شادی و غم تهیه می کنند. ارزش تهیه آن با حساب محصولات اساسی آن برنج، روغن رستنی و سبزی حساب کرده می شود. برخی از آشپزها میگویند برابر جهانی شدن آش پلاو توجه نیز به این غذای معمول در تاجیکستان افزوده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر دوشنبه.